امیدواری کرده بود که حداکثر نفرات رو اسمار در اختیار داره برای این مسابقه. ما فعلا خط حمله‌اش گل نزده. رضا شکاری یه پاس ولش بین دو بازیکن تو حرکت میده، خیلی دیگه کارش با ریسک بالا صورت گرفت. حمایت میکنه ازش رضا شکاری به هر ترتیبی که هست. محمودی اورونوف به دنبال یار، خب میبینه بازیکن همدستی خود شکاری رو پشت محوطه جریمه و علیپوری که تنها یه اثر روی توپ گذاشت و توپ خداوندلو شکاری واسه کوتاه موقع برای اورونوف تیر دروازه. میگن بازیکنان پرسپولیس در پست‌های جدیدشون و شاید نیاز به بازی‌های بیشتری دارن در کنار هم تا بتونن به اون درک متقابل و هیچ سر توپ زده پاس نرمه رو به جلوشو قطع میکنن مدافعان. شکاری میبره به راست برای آلیشا، سانتش به روی دروازه. این دفعه در این بازی نتیجه بگیرن. حرکت خوب از سوی بازیکن پرسپولیس پشت محوطه جریمه. علیپور سانت تیزش به مقابل دروازه، دفع ناقص مدافعان. فرصت پرسپولیس رو باز بکنن ولی مدافعان و این بار دروازه‌بان پرسپولیس این اجازه رو به اونا ندادن. اورونوف روی پاس رضا شکاری به توپ رسیده. 4 کارت زرد رو تو این فصل از رقابت لیگ برتر داد. یه قرمز مستقیم، یه قرمز هم با 2 تا کارت زرد. حالا یه صحنه درون محوطه رو به بیرون، موقعیت هست، توپی که حالا رد شد. چه نفوذ خورپوش در ادامه کار پشت محوطه جریمه کاظمیان درون محوطه علیرضا رضایی و موقعیت برای پرسپولیس و توی دروازه گل برای پرسپولیس تهران. شکاری علیپور رو داره، برای علیپور ارتباط قطع شد، کاظمیان هم به توپ نرسید. بازی رو کوتاه به جریان میندازن. بیفوما یه همکاری 3 نفره اونجا انجام میدن. ارسال بلند آلیشا، فرصت برای پرسپولیس. تو در اختیار خوب است حسین نورخویی برای کاپیتان آلیشا. پا به توپ حرکت میکنه آلیشا، یه پاس تماشایی، ضربه‌ای که زده میشه توسط رضا شکاری و این بار نوبت حامد پلیس پشت محوطه جریمه. علیپور سانت تیزش به مقابل دروازه، دفع ناقص مدافعان. فرصت برای پرسپولیس. کماکان توپ زیر پای بازیکنان قرمز پوشه. این سانت نرم به مقابل دروازه و این ضربه سر. عجب موقعیت ایدئالی رو برای